سلام. تو توربین برای تعمیر اومده، یکی از برند گلدنت، یکی هم از برند کوکسو. برند کوکسو، برند گلدنت. توربین دو سوراخ و از نوع پانئیری، یعنی که کارتریجشون داخل کپسوله. حالا اینکه چرا داخل کپسول میذارن و دلیلش چیه بعداً بهش میپردازیم. این توربین رو من قبلا تستش کردم. مشکلی که داشت، اگر ببینید شفتش هم خیلی بیرونه، مشکلی داشت شفت لاغر کرده به اصطلاح و بولبورینگ اون گیر مفید رو روی شفت نداره، یعنی خیلی راحت با دست با کمترین فشار جا میخوره میره داخل، با کمترین فشار هم میاد بیرون که این توی کارکردش تاثیر میذاره. و اینم که الان میخوایم تست کنیم ببینیم مشکلش چیه. ما با جا زدن فرز و در آوردنش در همون وهله اول میتونیم از وضعیت سلامت شفت آگاه بشیم. فرز رو جا میزنیم، لبقی کارتریج رو تست میکنیم و بازی محوریش هم تست میکنیم. حالا یه تست کلی هم ازش میگیریم. یه موردی که هست، خیلی بهش من برمیخورم توی تعمیرها، بعضا میبینم که این دوتا لوله که یکیش مربوط به هوای ورودیه برای کار کرد و یکیش هم مربوط به آب وروده، خیلی اوقات میبینم که این لوله کوچیکه که مربوط به آبه کج شده، خیلی کوتاه شده، به اصطلاح دفرمه شده، که این یکی از دلایل اصلیش نوع بستن اتچمنت، یعنی اتچمنت رو اینجوری بدون تنظیم کردن و مقابل هم قرار دادن این جایگاهاشون میان میبندن. خیلی من دقت کردم توی دست پزشکای محترم، بازی میدن با فشار اینطوری میبندن که این باعث خراب شدن این لوله آبه میکنه و یا فشرده میشه. فشاری که بهش میاد این کم کم عقب میکشه توی بدنه توربین و کوتاه میشه. بهترین روش برای بستن اینه که آقا این اتچمنت رو، رینگش رو بدید عقب، نگهش دارید، این دوتا رو دقیقا مقابل هم قرار بدید. سوراخ بزرگ مقابل لوله بزرگ و سوراخ کوچیک مقابل لوله کوچیک. خیلی آسون جا بزنید و شروع کنید به بستن مهره اتچمنت. تمام. اینقدری خراب و از کار افتاده نیست، ولی با این مشخصات خراب به حساب میاد. هم لبی رو داریم، هم نویز و یا لرزش چین کارکرد رو زیر دست احساس میکنیم و صداش هم که همینطور میبینید غیر طبیعیه، صداش خیلی بلند و گیر داره. بکنیم برای تست تراش این هم اصلاح فشار فرز ما وای میسته. این دقیقا مخصر خرابی بلبلیه. شروع کنیم به باز کردن درب هد.
درب کنار میذاریم، کاتریج رو بیرون میاریم و قبلش حتما پوسته هد رو چک کنید که حالا ضربه قوری چیزی نداشته باشه. کنار میزنیم فعلا پوسته رو، میریم سراغ کارتریج. با این آچار این درب کپسول رو باز کنیم، جا میزنیم کامل تا قسمتی که دربش بسته میشه. روی بالا رو سفت میکنیم و این شفت پایین. کاتریجمون رو بیرون میاریم، همینطور که میبینید داخل این کپسول خیلی کثیفه. این نشون میده که روغنکاری به صورت درست و اصولی اصلا انجام نشده. حالا الان حین تمیز کردن میزان کثیف بودن و آلودگی رو داخل این بهتون نشون میدم که چقدر زیاده. همیشه هم یک کوچولو از این روغنه توی این درب پوش باتن بزنید. ببینید میزان آلودگی رو واقعا اصلا الان دیده میشه تازه داخل این پوسته. بازم جا داره که تمیزتر بشه. به در آوردن اورینگ هم نشون میاد اورینگ های کاوایی مقدار نسبت به اورینگ های انسکایی توپلترن. یک کثیفی هم از این گوشه ها پاک میکنیم. خیلی آروم، فشار خیلی کم، خط و خشی داخل نیفته. کنار میزنیم، میریم سراغ درب پوسته. اورینگو بیرون میکشیم و قطعات اضافه که این مربوط به جدا شده از بلورینگه که از روی این پشت جدا میشه، نگه دارنده این قاب بلورینگه.
هم که یه واشر تختیه که برای بالانس شدن کارتریج داخل این قرار میدن که ما به جاش از این واشرهای فنری استفاده میکنیم. اینم کنار میذاریم، میریم سراغ کارتریج. آلودگیات روی کارتریج هم کامل مشخص. از این روش شکوندن ولورینگ استفاده میکنیم که حالا جای بحث خیلی داره این کار. کنس بیرونی ولورینگ رو میشکنیم و کنس داخلی ولورینگ که درگیر با شفته همچنان روی شفت میمونه. کنس بیرونی یک کنس که چسبیده به شفته. کنس بعدی که قسمت پوش باطن شفت. بعد شروع کنیم تمیز کردن پروانه و از بین بردن آلودگی ها روی شفت پروانه. یه ذره از این روغن بهش میزنیم. برای تمیزکاری از این مسواک ها استفاده میکنه. اگر چند وقت یه بار هم مسواک رو عوض میکنه. مسواک قدیمی میزنه دور بدون اینکه آلودگی انتقال نده، همین که خیلی هم کثیف نمونه، از نظر ظاهری هم قشنگ نیستش. با حوصله شروع کنیم تمیز کردن پروانه. کامل آلودگی ها رفت. در تمیز و مرتب. بریم سراغ جا زدن بولورینگ ها. اینجور توربین ها به اصطلاح از بولورینگ های انسکایی براشون استفاده میشه. بولورینگ های 362ای سایزشون 3 میلیمتر، 6 میلیمتر، 2 میلیمتره. که حالا اینکه 362 مربوط به کدوم قسمت از بولورینگ میشه این خودش توضیح طولانی نیاز داره و اینکه چجوری بولورینگ ها رو سایز بزنیم، بین بازار چجوری شناخته میشه. معمولا هم بر اساس سایزشون شناخته میشه. بولورینگ 362ای، 472ای و سایزهای مختلف دیگه. هر کدوم کاربردهای مختلفی دارن. بولورینگ های توربین هم جزو بولورینگ های های اسپیدن، سرعت بالا. شما شاید توی بازار بیرون بولورینگی تو این سایز پیدا کنی، ولی معمولا جزو بولورینگ هایی هستن که دور پایینن، 16000 دور، 18000 دور و ساچمه های فلزی دارن، ساچمه سرامیکی ندارن این بولورینگ هایی توی بازار. یک کوچولو اینجا بولورینگ رو گیر میدیم به سر شفت و برای ادامه ماجرا و جا زدن بولورینگ از پرس استفاده میکنیم. قبلا ماتریس مناسب اون رو انتخاب کردیم، ماتریس پله داره رابه در، همشون رابه در. قسمت که بولورینگ رو جا زدیم توی ماتریس میذاریم این قسمت اینجا وای میست
و سنبه پرسمون میاد میشینه روی این شفت که ما در انتخاب سنبه پرس هم باید به پوش باتن و آچاری بودن شفتمون دقت کنیم که برای هر کدوم از سنبه مخصوص خودش استفاده میشه. رنگ بعدی این نشست سر جاش. و ما سنبه مربوط به شفت پوش باتن بعضا میتونیم برای شفت‌های آچاری استفاده کنیم، اونقدری محدودیت نیستش، ولی از سنبه مربوط به شفت‌های آچاری نمیتونیم برای پوش باتن استفاده کنیم چون آسیب میزنه. برمیگردیم سراغ این پوسته کپسول اورینگایی که در آورده بودیم و جدید جایگزین میکنیم و شروع میکنیم به جا زدن اورینگای جدیدمون. یه اورینگ در قسمت انتهایی کپسول درب کپسول جا میخوره که بولبورینگ دقیقا روی اورینگ قرار میگیره، یعنی فاصله بین قسمت فلزی درب و بولبورینگ ایجاد میکنه. هم داخل میذاریم، پیشگوشی دو سو استفاده میکنیم. شروع کنیم خیلی با حوصله و آروم به جا زدن اورینگ. از یه قسمت شروع میکنیم جا میزنیم، یه مقدار که گیر پیدا کرد میریم سراغ قسمت بعدی. این هم جا خورد کامل. یه دونه هم ماشر فنری توی این قسمت قرار میدیم و حس میکنیم که قشنگ سر جای خودش بشینه. رفتیم پایین. خاصیت برگشتیه رو فنریه رو من نمیدونم توی تصویر مشخص هست یا نه، ولی این به خاطر قرار دادن این ماشر فنری است. این قسمت جا خورد. کاملا نرم، روون و بی‌صدا. میذاریم
برمیگردیم سراغ پوسته توربین. داخل هم یه دستی به سر پوشش میکشیم و تمیز میکنیم که آلودگی به جا نمونده باشه. این هم باز یه مقداری کثیف. این پیچ کوچیک هم هر از گاهی توی یه سری از موارد یه مقداری شل میکنه. حتما کوچولو چکش کنید که این سفت سفت. برامه مشکل کنید. دارم کثیفی از این بیرون زد. تمیزش میکنیم. یه بار این رو تست میکنیم ببینیم وضعیت بالانس شفت به این قسمت پوش بوتن چطوریه. اوکی عالیه. هرچند ما با این روش بیرون کشیدن بولبورینگ بالانس شفت اصلا به هم نزدیم. کپسول جا میذاریم داخل توربین. شروع میکنیم به بستن در رو قرار میدیم. یه دور و نیم برعکس میچرخونیم. به مثل اینکه از جا افتاد شروع میکنیم به صفر کردن در. تست تعرض این حالت گیر کردنه ایجاد نمیشه. این واشر ته توربین هم سلامتش رو تست میکنیم که ببینیم خاصیت خودش رو داره یا از دست داده، که این سالمه و میمونه تست مسیر آب توربین. همیشه قبل از اینکه توربین رو بسته بندی کنیم و بفرستیم برای پزشک بهتره که مسیر آبش هم تست کنیم. ما برای اینکه اینجا خیس نشه آلودگی ایجاد نشه، کمتر آلوده بشه محیط، از هوا برای تست مسیر آب استفاده میکنیم. این شیلنگ 4 کوچولو استفاده میکنیم، روی لوله‌ای که مربوط به لوله آب هست میذاریم و پدال میکنیم کامل مسیر باز و هیچ مشکلی نداره.
من معمولا قطعات تعویضی رو برای پزشک میذارم، داغی برشون میفرستم. تورینگایی که تعویض شد، تورینگای شکسته، اساسی اینا غلطات مربوط به بولبرینگا و این باشه تخته دیگه به درد اما میخوره. اینا دکتر، اینا کنس داخلی بولبرینگه که درگیر میشه با شفت. این کنار میذاریم.